الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، برادر سوال نمودند که زمانی که کسی دعوت میکند برای جشن گرفتن روز تولدش، رفتن ما آیا جایز است یا نیست؟ قرآن و سنت چی میگوید؟ بارک الله فیکم. برادران و خواهران بزرگوارم، البته وقتی که به قرآن و سنت و سلف اون امت نظر میکنیم، این چنین عملی نبود. حتی علمای اهل سنت و الجماعت جشن گرفتن روز تولد رسول الله را بدعت میخوانند. چی رسد به جشن گرفتن روز تولد غیر رسول الله؟ پس کسی که برای جشن گرفتن روز تولد دوستش یا یک رفیقش دعوت می شود، نباید به این دعوت اجابت بکند، چرا که لا طاعت لمخلوق فی معصیة الخالق انما الطاعة لله. به یگان مخلوق اطاعت کرده نمی شود در حالتی که این اطاعت معصیت به خالق الله رب العزة والجلال است. البته طاعت در همان وقت کرده می شود که این عمل موافق امرهای الله و رسولش باشد یا که مخالف دین نباشد. پس برادران و خواهران بزرگوارم، وقتی که کسی شما را دعوت میکند برای جشن گرفتن روز تولد خودش یا خویشش یک ضیافت میکند، این دعوت را نباید اجابت بکنید. این بدعت است، نروید و به این دوست خود نصیحت بکنید که این عمل را ترک بکند. جشن گرفتن مولود رسول الله و جشن گرفتن روز تولد دیگر کسی همه اش بدعت است، مخالف شریعت است. اما اگر رفت و به ناگاه شما رفتید طعام خوردید، بعد از خوردن طعام فهمیدید که این جشن مولود کسی از همون ها هست، البته این طعام خوردتون حرام نیست، چرا که شما البته طعام حلال را خوردید. اما رفتن و در این حلقه های یا که این نشست ها و این جشنگیری های بدعی نشستن که این مخالف منهج رسول الله است، این درست نیست. پس ما باید از همه این نازکی ها با خبر باشیم و خود را از این عمل های نو پیدا شده بدعتی که از غرب آمده است، از کفار آمده است، دور دست کشیم و به اونها خودمان رو مانند نکنیم که هر یک سال یک بار روز تولدش رو جشن میگیرد، هدیه ها داده میشد. این البته از همون غرب آمده است، از کفار آمده است که پیامبر صلی الله علیه و آله میگند خالف الیهود و النصارى، به یهود و نصارا مخالفت کنید، به اونها موافقت نکنید. و این چون آمده است من تشبه بقوم فهو منهم، هر کسی که به قوم خودش رو مانند میکرد از جمله همونها است. پس بارک الله فیکم، این عمل های زشت رو ما باید ترک